اینجا نیده است، از استانهای مرکزی ترکیه، جایی که در آن حدود 350 پناهجوی ایرانی، عراقی و سومالیایی زندگی می‌کنند. دولت ترکیه، NGO آسام و نهادهای بشردوستانه کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را که شامل اغذیه و مواد سوختنی مانند زغال سنگ و کپسول گاز مایع است در اختیار پناهجویان بی‌بضاعت قرار می‌دهند و نیز خدمات رایگان پزشکی و دارو. چرخ لنگ زندگی پناهجویی به زور اما می‌چرخید تا اینکه سیاوش بیدخ از راه رسید. او یک پناهنده بود، یک ترک آذری از نقده که به زبان کردی و ترکی استانبولی تسلط داشت. انسان شرور از استان کاستامونو که به دلیل ایراد ضرب و جرح و چاقوکشی مجبور به فرار شده بود. او بارها به خاطر ضرب و جرح همسر و کودک خردسال خود در آپریل و می 2010 از سوی دادگاه نیده احضار، حبس و جریمه نقدی شد. تسلط وی به زبان ترکی استانبولی سبب شد که مترجم پلیس و آسام شود. آسام در آن زمان تحت مدیریت شخصی نالایق و بی‌کفایت به اسم رجب کورکوت بود. سیاوش بیدخ به زودی وی را اغفال کرد، امور را به دست گرفت و روزگار تیره پناهجویان آغاز شد. کمک‌های نقدی خانواده‌های سیاسی و روزنامه‌نگاران را قطع کرد. سوخت زمستان آنها را که زغال سنگ بود قطع کرد یا به نصف رساند. کپسول‌های گاز مایع را که ماهیانه یک عدد برای هر خانوار بود قطع کرد. به شدت و با جدیت مانع دسترسی پناهجویان به خدمات پزشکی و داروی رایگان می‌شد. شکایت‌ها از او به جایی نرسید تا اینکه در آپریل 2011 هیئتی شامل نمایندگان UN و آسام از آنکارا جهت رسیدگی اعزام شدند. 7 زن و دختر پناهجوی ایرانی شکایتی را امضا و تسلیم هیئت کردند، مبنی بر اینکه سیاوش بیدخ در ازای پرداخت کمک‌های نقدی و غیر نقدی آسام به آزار جنسی آنها پرداخته است. در جون 2011 عده‌ای از پناهجویان سیاسی طی یک مصاحبه تلویزیونی که به اطلاع استاندار شهر نیده رسید، از سیاوش بیدخ به دلیل سوء استفاده از پناهجویان و درس دادن جزئیات پروندهشان به سرویس‌های اطلاعاتی ایران شکایت کردند. مسئول بی‌کفایت آسام، رجب کورکوت و سیاوش بیدخ از سمتشان اخراج شدند. اکنون آنها با ادعای واهی ترور شخصیتی در صدد ترمیم شرافت نداشتهشان هستند.